دوستان عزیز سلام علیکم، امیدوارم جور باشین. دوستان ما ویدیو میکنیم برداشتیم از شوکان کباب رستوران که نو یک لوکیشن در سیلی تکساس باز کرده. داخل یک رنج هست، بسیار موقع خوب و به خاطر روز مادر دوستا و فامیلان جمع شده کلگی دور هم بودیم که ما از این دوربر از خود از رستوران بهتون ویدیو میگیرم. اگر در تکساس زندگی نیم که محفل داشتیم تولد یا مامانی کلام بریم و عروسی هرچی باشه داخل از این میتونید شما بگیرید. بسیار فضای قشنگ و جای مناسب بسیار قشنگ است. این از فضای درونی ازش باش مخمور داریم. درختایش هم بسیار قشنگ سبز، فضای سبز، پارکینگ موتر همه امکانات داره اینجا. بسیار جای مناسب است برای تولد یا عروسی هایی که زیاد نفر نباشه و مهمانی های کلان و دور همی میتونید از استفاده کنید. اینا کس بسیار فضای باز داره، جای زیاد هم میتونید استفاده کنید. اینجا موقع پارک شه بسیار قشنگ و این هم میتونید از استفاده کنید. بیرون میز غذاخوری و چوکی‌ها کلگی میتونید استفاده کنید با همه امکاناتش هست. فضای باز این هم بیرون هوای تگزاس بسیار خوبه. در این زمان ها دوستان زیاد اینجا. دو قسمت پشتر از او که هست جای بازی برای دوستان داره اینجا و اینی هم سالون چه دروازه‌اش از پشتر خیر ما میز بیرونش موجود. سالون چه هست میتونید دکور کنید، امکانات هم داره برای عروسی تولد. میگه غذا منو خودمونش آمادن بسیار غذای لذیذ داره. هر هم منو بخوایم واقعا بسیار خوب جای، بسیار خوبش عالیه. اگر صاحب زن کس اینجا اونا دوستای شما خواستیم آدرسش هم باز ما بهتون میدیم. هر کس در تگزاس بیاین اینجا بسیار قشنگه. اینجا